همین بگراوند جناب اتمر صاحب کم مطالعه کنیم. خداوند خیر بده جناب رئیس دولت ما و شما جناب کرزی صاحب یک تعداد آورده بود که متاسفانه درد سر به تمام مملکت و به شخص خود شد. اتمر صاحب همیشه یک انسان خیلی فریبکاری که کاملا به نفع خود و به اصطلاح حتی قومیت و به اصطلاح ملیت هم به منافع شخص خود استفاده میکنه. میاد منه که یک روز در داخل کابینه به رئیس دولت گفته که تعداد مشاورین ما زیاد است، کار ما در وزارت معارف زیاد است. گفت چند نفر مشاور داری؟ گفت 300 نفر. گفت که 300 نفر تو چطور معاش داده میتونی؟ گفت انگلستان معاش میده، در حالی که ما و شما در داخل ادارات خود به افراد